بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. محاکمه 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی شروع می شود. 80% دانشجویان پایتخت زبان تاجیکی را نمی دانند. خدمات علاقه، کاربران اینترنت را بحران کم کرد، نه سایت بندی. اختلاف در میان رهبران گروه 24. اظهارات بانک ملی از گرفتن سامانی به جای روبل مردم ضرر نمی بیند. شبکه‌های انتقال پول از انتقال روبل به تاجیکستان خودداری می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 فوریه به محاکمه 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی شروع می کند. این خبر را به ما یکی از پیوندان محبوسان رسانیدند. طبق منبع، پیوندان محبوسان سیاسی 8 فوریه، یک روز قبل از مرافعه به دادگاه دعوت شدند. یک منبع دیگر از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته است که بنابر مخفی بودن پرونده، محاکمه پس درهای بسته جریان خواهد گرفت، اما جزئیاتی از این بیشتر نداده است و حتی نگفته است که مرافعه این 13 نفر کدام روز آغاز خواهد شد. نزدیکان اعضای بازداشت شده حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که شاید از هر خانواده یک نفر از پیوندان و وکیلان مدافع در مرافعه اشتراک کنند. یادآور می‌شویم که این 13 نفر فعالان ارشد حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر سال گذشته بلافاصله بعد انجام عملیات ضد گروه مسلح گنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان حزب ممنوع نهضت اسلامی و رهبرانش با شمول رئیس حزب محیدین کبیری را که در خارج به سر میبرد به دست داشتند در این آشوب ایبدار کردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر حزب ممنوع شده نهضت اسلامی را برای خط سازمان‌های تروریستی شامل کرده فعالیتش را در کشور رسما منع کرد. اما نمایندگان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله کبیری و اعضای بازداشت شده ریاستش دست داشتن خود در آشوب گنرال نظرزاده را رد می‌کنند و می‌گویند این اسیان تنها بهانه برای بستن فعالیت این حزب مخالف شد. گوهر شرافزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان میگوید در 3 ماهه آخر سال 2015 در بین 21 دانشگاه و دانشکده‌ها مؤسسه عالی شهر دوشنبه سنجش گذرانیده شده است که در نتیجه 80% دانشجویان بهای غیر قناعت بخش گرفتند. گوهر شرافزاده امروز ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت از طرف کمیته وضع اجرای قانون کشور درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان مؤسسه‌های عالی شهر دوشنبه مورد سنجش قرار داده شده است. سنجش نشان داده است که از دیکتند سنجشی گرفته شده در مؤسسه‌های عالی شهر دوشنبه که در آن بیش از 473 نفر دانشجو اشتراک داشتند، 80% دانشجویان بهای غیر قناعت بخش گرفتند. تحلیلان نشان دادند که 140 ساعت‌های آموزش درس زبان دولتی به حجم 64 ساعت رسانیده شده است که این برای بلند برداشتن سطح دانش دانشجویان کافی نمی باشد. پژوهشگر زبان فارسی امید جیهانی در صحبت با خبرنگاران ما گفت: خب ببینید، وقتی که 80% از دانشجویان تاجیکستان زبان ملی و مادری خود را نمیدانند، دلیلش این است که خود نظام آموزش و پرورش تاجیکستان از ریشه خراب است. یعنی از مکتب‌ها زبان آموزی غلط است، در دانشگاه‌ها نیست، در کوچه و بازار که زبان درست را آدم یاد نمیگیرد و یک نظام آموزش پرورش تاجیکستان اگر گرفتار بحران بود میگفتیم که مشکلی نیست، میشود اینا اصلاح کرد، ولی بحران کلا کشور تاجیکستان را فرا گرفته است و نمیشود گفت که تنها دانشجویان مقصر هستند یا اینکه آموزگاراشون مقصر هستند یا اینکه نظام آموزش ما غلط است یا چیز دیگری. اینا بحران‌های سیستمی هستند که کشور را فرا گرفتن و راه اصلاحشان یک چیز دیگری است. این پیشنهاد ما این است که نظام آموزش و پرورش تاجیکستان باید اول اینکه ما در تاجیکستان دانشگاه بسیار داریم ولی کیفیت دانش آموزی در آنها پایین رفته است. دلیلش این است که بهترین آموزگارهای ما، بهترین استادای دانشگاه‌های ما یا پیر شدن یا اینکه مهاجر شده رفتند و دانشجوهایی که اومدن جای اونا را بگیرن چون خودشون از مکتب دانش درستی نداشتن
نمیتونند برای دیگران هم دانش درست بدهند و راهش این است که باید آموزش زبان، چون تمامی علمهای دنیا رو به همین زبان باید از خود بکنیم. اگر زبان رو درست یاد نگیریم دیگر علمها رو نیز از خود نمیکنیم، اصلا یاد نمیگیریم. پیش از همه باید آموزش زبان رو در کودکستان ها درست براهمان، چون که کودک زبان را از مادر یاد میگیرد، ولی میدونیم که مادران ما هم چندان باسواد نیستن که زبان درستی داشته باشند. زبان کوچه بازاری یک چیز است، زبان ملی چیز دیگر است. این زبان ملی را که همون زبان رسمی کشور هست باید از کودکستان ها یاد بدند، از الفبا یاد بدند. با اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان شماری کاربران اینترنت در کشور به 800,000 نفر کم شده است. در این باره معاون رئیس خدمات علاقه تاتیانا خولمرودووا خبر داده است. این نماینده خدمات علاقه که از طرف این خدمات در نشست مطبوعاتی با ژورنالیستان صحبت می‌کرد گفت سال گذشته شماری کاربران اینترنت در تاجیکستان 3,800,000 نفر بوده است، اما الان این رقم به کمتر از 3 میلیون رسیده است. خولمرودووا بستگی کاهش استفاده برندگان اینترنت به سایت بندی در تاجیکستان را انکار کرده گفت که آن به بحران اقتصادی وابستگی دارد. در مورد سایت بندی خدمات علاقه چون هر وقت اطلاعی نداشته است. با گفته این مقام خدمات شماری کاربران تلفن‌های موبیلی هم در تاجیکستان از 6,400,000 به 5,200,000 رسیده است. اما این زمان در تاجیکستان صدها سایت با شمول فیسبوک، یوتیوب، آزادگان، پیامنت و غیره مسدود می باشند. طبق رسانه‌های خبری میانی رهبران و فعالان سازمان مخالف حکومت تاجیکستان گروه 24 که فعالیتش در کشور من است اختلاف گسترده به میان آمده است. چند پیش در سامانه‌های مربوط به سازمان خبری نشر شد که شراف‌الدین گدایف را از رهبری سازمان و صابر ولیف را از معاونی او برکنار کردند. به جای این دو تن سهراب ظفر راهبر و حسین اشرف معاونی او شدند. در بیانیه‌ای که از جانب برخی از نماینده‌های گروه مذکور پخش شد می‌گفتند که این تغییرات در جلسه شورای حرکت سیاسی گروه 24 قرار شده است، اما این تغییرات از جانب برکنار شده ها باشد همچون تبادلات بها گرفت. شراف‌الدین گدایف و صابر ولیف برکناریشان را قبول ندارند. این گونه اختلاف هایی که امروز به میان آمدن و سر و صداهایی که امروز چی در شبکه‌های اجتماعی صدا میزنند و نوارهایی هم برآمدن، البته این گونه اختلاف ها در تاریخ بودن، در سازمان ها، در حرکت ها، ولی ما با این اونقدر توجه زیاد نمیکنیم و هدفهای مقصدهای ما بزرگ هستند. ما با پیش می رویم و روز تا روز داریم قوی‌تر میگردیم و انشالله امیدوار هستم که آن بچه‌هایی که یا اینکه شاید یگان دستی بیرونه بود آنها رو سرشون رو گران کرد و دست به یک تبدلات زدن، امیدوار هستم که آنها درک خواهند کرد و انشالله ما بین خود این مسئله ها رو هر چیز زودتر بررسی خواهیم کرد و از تمامی شنونده ها و بیننده هایی که امروز به ما باوری دارند و ما را قبول دارند، اعتراف دارند، ما منتداری خود را بیان میکنیم و از آنها خواهش میکنیم که به این اختلافات ها این اختلاف رو، این کاری که شد این یک در همه جا چخیلی که قید کردیم بود اهمیت جدی ندهند. ما به پیش می رویم و انشالله این رژیم خودکامه‌ای که امروز دارد مردم ما رو اینقدر ظلم میکند و اینقدر شکنجه میکند و اینقدر جوانها ترک وطن میکنند، ما همه انشاءالله همه با هم به وطن خود و کشور عزیز خود برمیگردیم و انشاءالله یک وطن، یک کشور میسازیم که خیلی که شما میبینید امروز انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان در نزد خود هدفهای بزرگ دارد و انشاءالله ما به این هدفهای بزرگمون خواهیم رسید. طول 3 ماه شد که ما میخواستیم که با واسطه اهل شورامون در گروه 24 یک تغییرات کدری بیاریم. البته این طول 3 ماه شد و یک نقطه را پیش ما ذکر میکنم که باید فراموش نکنیم که انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان پیشتر به نام ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان بود و بعد از گذشتن حاجی عمر به نام انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان شد و رهبریتی را به دست داداجان عطااللهیف سپرده شد. در آیین‌نامه ما همین بود که در زیر این انجمن 4 گروه است: گروه وطندار و گروه آزادی و عدالت و گروه 24 و گروه جوانان برای احیای تاجیکستان. هر کدام از خودش اهل شورا داره. همین هم بود اهل شورای گروه 24
کسانی که تصمیم گرفته بودند که مسئولا را تعیین کنند و همون کسا ما دلیل داریم، همون کسایی که تعیین کرده بودند پس تصمیم گرفتند که عوض در مسئولیت شود، تغییرات کادری شود. اختلاف نظر در هر گروه، در هر جمعیت، در هر جایی که جمعیت میشه البته اختلافات نظر هست و اینا اختلافات نظر و یا که جدا شدن گروه 24 از انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان به هدف اساسی ما هیچ ضربه نداره. ما همه هدفمون بازم قوی تر شدگی است و با آزادانه تصمیم خودمون گرفته میتونیم. بانک ملی در شهر قرار که مردم از بانک‌ها به جای روبل‌های انتقال یافته سامانی را میگیرند اظهار داشته است که میزاجان سامانی را طبق قرب‌های بازاری دسترس خواهند کرد. قرب برای مبادله از جانب بانک ملی تاجیکستان همه روزه مقرر می شود و قرب بازاری برای روبل نقدی روسی از قرب رسمی روبل روسی بلندتر است. این نهاد مثال آورده است که قرب رسمی روبل روسی برای 4 فوریه 0.104 سامانی اعلان شده است، اما قرب خرید این روبل 0.1075 سامانی مقرر گردیده است که رعایت آن برای همه بانک‌ها حتمی می باشد. این شرح بانک ملی در حال است که رسانه‌ها قبلا اطلاع داده بودند که تصمیم دادن سامانی به جای روبل‌های انتقال یافته در بانک‌های کشور به ضرر مردم است، زیرا قرب را کرده بانک‌ها نسبت قرب واقعی پایان‌تر می باشد. مهاجران کره که میخواهند از روسیه به تاجیکستان مبلغ ارسال نمایند دیگر نمیتوانند روبل انتقال دهند. شبکه‌های انتقال پول از قبول روبل برای انتقال دست کشیدند. در این باره سامانه ازیا پلیوس با استناد به شبکه‌های زلاتایا کارونا و لیدر که در تاجیکستان خیلی فعالند خبر داده است. نمایندگان این شبکه‌ها گفتند که با سبب محدودیت‌هایی که تاجیکستان از 2 فوریه جاری کرده است، شبکه‌های انتقال پول از انتقال روبل به این کشور دست کشیدند. آنها گفتند که من بعد انتقال دهندگان روبل باید در نقطه انتقال پول روبل‌هایشان را قبل از انتقال به اسعار دیگر عوض کنند. مشتریان بانک‌ها از این سپارش اظهاری نگرانی کرده بودند که با سبب فرق قرب‌های بانک و بازار آنها ضرر خواهند دید. این ضرر را یک سامانه روسی 50 میلیون دلار حد زده بود. در مورد تصمیم شبکه‌های انتقال پول، عاید خودداری از انتقال روبل و تاجیکستان، بانک ملی و دیگر مقامات تاجیکستان هنوز واکنشی نکردند. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.